خب سلام و درودی به پایان. بازم با کل هموطنان با کل فارزبانان خواستم در یک مورد صحبت کنم. امشب با یک گروه برادرای آریایی، برادرای فارزبان در ایران، در تهران، اینجا کدام شهر بود؟ شهریار. در شهر شهریار نشسته بودیم با همراه دوستان. البته که همه سرجم بودن، اهل هنر هم بود، صنعتکاراش هم بودن، نوازنده و برادرها هم بودن. و سلام بعد صحبت های نفس کردیم. صحبت درباره اهل هنر رفت، درباره صنعتکارا رفت. ای استاد دولتمند خالوف سخن کردند و همه بچه‌ای که همین چنین من مقصد سن سالشون هم چنین من ایمه مایده. بعد چقدر که خمانین اندیره میشناسیم، موینه میشناسیم، گلگوشه میشناسیم، لیلا رو میشناسیم از ایران زمین. من بعد صحبت کردم که همین هم شنودم رو ما میشناسیم. و خانش بزنه خانم منیجه دولت و منیجه دولت رو بسیار یاد کردن، سرودوشان نگینه هم اونقلا رو بسیار یاد کردن، نگینه هم اونقلا رو هم گفتم، شبنمی سریا رو هم گفتم. با ایجا خیلی صدردین نجبیدین یک قسمش میدونه یک قسمش نمیدونه. خلاصه گپ که خوش به حال همه هنرمندا که تمام فارزبانا را دلشون تسخیر کرده بودن، دلشون مقصد به همون هنری خودشون، به همون صنعتی خودشون. ببینین که در خدمت ایران قدر شهری کلان مقصد خیلی من خرسندم شدیم که هنرمندای ما رو میشناسن، میدونن، از سروداشون میمونن، گوش میکنن. یعنی یک فخری ما البته زنده باشه. دعا میکنیم که بازم هنرمندای حرفه‌ای، هنرمندایی که از تگ دل میخونن هم که هنرمندا پیدا شوند، بخونن تمام فارزبانای روی دنیا از مضمون و معنی او سرود حمایت بکنن. در ایران تماشا سرگشت سفر برآمدیم طرف اصفهان و شیراز و دیگه با همراه دوستم علی جان. زنده باشی. سورپرایز الان رو بگم قرار کجا بریم؟ بگم قرار کجا بریم؟ امروز قرار بریم همدان، سر آرامگاه و مزار شیخ الرئیس ابو علی سینا. ابن سینا. البته که یک جای دیدن میکنه، حرکت میکنه. مدد سینا، مدد سینا، مدد سینا میگن، مدد سینا میشه به زبان ما فارسا، به زبان ما تاجیکا. یک جای میریم آرامگاهش دیدن میکنیم و از گذشته ها یاد میکنیم. باقی سربلند خاناباد باشید.